یه ماجرای عجیب توی سایت ردیت در سال 2014 حسابی میترکونه. یه کاربر به اسم آر برادبری یه پست توی سایت ردیت میذاره که همه رو شوکه کرد. داستان از اینجا شروع میشه که صبح 15 اپریل برادبری از خواب بیدار میشه و میبینه یه چیزی توی آپارتمانش درست نیست. روی میزش یه برگه زرد پست پیدا میکنه که روش با دستخط عجیب و غریبی یه چیزی نوشته شده بود. اولش فکر کرد خودش نصف شب اون یادداشت رو نوشته و یادش رفته. ولی خب داستان اصلا از این قرار نبود. چند روز بعد یعنی 19 اپریل یه یادداشت دیگه پشت صندلی میز پیدا میکنه. این یکی دستخطش دقیقاً مثل اولی بود. اما یه جمله ترسناک روش نوشته شده بود. مطمئن شو اسنادتو ذخیره کردی. برادبری دیگه حس کرد آپارتمانش امن نیست. برای همین یه وبکم رو انداخت که ببینه چه خبره. تو این قسمت از کاراگاه به دل یک داستان مرموز دیگه در تاریخ رفتیم تا ببینیم میتونیم چیزی کشف کنیم یا نه. پس با ما همراه باشید. اتفاقات ترسناکتر شروع میشه. 28 اپریل یه یادداشت دیگه پیدا میکنه. این یکی نوشته بود صاحبخونه نمیذاره باهات حرف بزنم. ولی این خیلی مهمه. وقتی دوربین رو چک میکنه میبینه کسی اومده و فایل‌های کامپیوترش رو پاک کرده. ماجرا وقتی عجیب تر میشه که یک می درهای آپارتمانش رو نگاه میکنه و میبینه روی همشون یادداشت‌های خالی چسبیده. برادبری دیگه کامل شوکه و ترسیده بود. اون این ماجرا رو توی ردیت گفت و از بقیه کمک خواست. خیلی گفتن شاید صاحبخونه‌اش میاد و این کارا رو میکنه یا حتی شاید خودش یه مشکل روانی داره. ولی یه کاربر به اسم کی کاراک یه چیز باهوشانه نوشت. اون یادآوری کرد که برادبری گفته بود اتاقش کوچیکه و تهویه خوبی نداره. بهش پیشنهاد داد سطح مونوکسید کربن رو تست کنه. وقتی آزمایش کردن فهمیدن سطح مونوکسید کربن اتاق برادبری 100 ppm بوده. یعنی مثل اینه که توی ترافیک شلوغ شهر مکزیک بخوابی. این سطح مونوکسید باعث شده بود برادبری سردرد بگیره، حافظه‌اش ضعیف بشه و یادداشت‌ها رو خودش بنویسه ولی یادش نیاد. اون کاربر با این پیشنهادش عملاً جون اون رو نجات داد. زندگی واقعاً پر از اتفاقات عجیب غریبه. یه ماجرای دیگه هم توی سایت ردیت توی سال 2015 اتفاق افتاد. یه کاربر توی سایت یه پست عجیب گذاشت به اسم واقعاً اتفاقات عجیبی برام میفته. اون یه سری ماجراهای عجیب رو تعریف کرد. مثلا دوست پسرش بهش میگفته که میخواد یه کار خاص بکنه ولی وقتی ازش میپرسید طرف منکر همه چیز میشد. یا یه بار گفته بود برای خودش ماهی میپزه ولی بعداً یه شام دیگه سرو کرده بود. در ابتدا اون فکر میکرد این اتفاقات ساده یه مسئله حافظه اشتباهه. اما کم کم به نظرش اومد یه چیزی خیلی جدی‌تر در جریانه. این ماجراها هر روز بیشتر و بیشتر تکرار می‌شدن. اونم رفت توی ردیت کمک بخواد و توضیح داد که حس می‌کنه دوست پسرش داره باهاش بازی روانی می‌کنه. بعضیا توی کامنت‌ها گفتن شاید دوست پسرش داره گازش میگیره. یعنی کاری می‌کنه حس کنه همه چی توی ذهن خودشه. اما بعضیا گفتن نه، شاید مشکل از خودش باشه. ماجرا وقتی عجیب‌تر شد که یه روز دوست پسرش گفت میره بار. بعد وقتی رفت حموم و برگشتید هنوز اونجاست. بهش گفت مگه نگفتی میری بار؟ اونم با خونسردی گفت من هیچ وقت همچین چیزی نگفتم. اوضاع داشت عجیب و غریب‌تر میشد. در نهایت یه روز از بوی عجیب و قوی توی آپارتمان شکایت کردن. دوست پسرش که حسابی ترسیده بود سریع بردش بیمارستان. اونجا مشخص شد اون یه تومور توی مغزش داره. این تومور باعث شده بود صداها و بوهایی که وجود نداشتن رو حس کنه. در واقع دوست پسرش با بردنش به دکتر زندگیشو نجات داد. تا الان خبری از وضعیت بعدیش منتشر نشده، اما به نظر میاد اگه دوست پسرش نبود این ماجرا میتونست خیلی بد تموم بشه. ترس اصلی پوستر از این بود که چرا همسرش ناگهان اینقدر از بچه‌هاش متنفر شده بود. یه روز عاشق و مهربون بود، روز دیگه انگار حتی نمیتونست وجودشون رو تحمل بکنه. مشکل وقتی بدتر شد که پوستر با مادرزنش صحبت کرد. اون گفت دخترش قبلا همیشه بهش سر میزد و حال احوالش رو میپرسیده، اما حالا حتی به پیاماش هم جواب نمیده. پوستر دیگه طاقت نیاورد و تصمیم گرفت باش حرف بزنه. وقتی نشست که موضوع رو باز کنه همه چی خیلی بدتر شد. همسرش نه تنها جواب منطقی نداد بلکه حسابی پرخاشگر شد. حتی یه بار یه لیوان پرت کرد سمت اون و سرش داد زد. برای چند روز اوضاع عادی شد، ولی بعد یه روز همسرش کاملا غیبش زد. این موضوع باعث شد که کاربران ردیت بهش پیشنهاد بدن یا ازش طلاق بگیره یا بچه‌ها رو از خونه ببره. در همین گیر و دار یه پرستار روانی به اسم پوستر گفت که علائم همسرش خیلی شبیه به اختلالی به نام سندروم هذیانه.
این اختلال باعث میشه فرد فکر کنه که نزدیکترین آدمای زندگیشون توسط این نسخه جعلی و تقلبی جایگزین شدن. پوستر تصمیم گرفت به پلیس زنگ بزنه. پلیس هم همسرش رو توی یه پارک پیدا کرد. ولی وقتی خواستن بهش نزدیک بشن، اون شروع کرد به جیغ زدن و رفتارهای عجیب. در نهایت اونو به بخش روانی منتقل کردن. پزشکا تایید کردند که اختلال روانیش باعث این رفتاراش شده. پوستر بعداً گفت که همسرش توی مرکز روانی تحت درمان قرار گرفته. ولی هنوز مشخص نیست این داستان چجوری تموم میشه. یکی دیگه از کاربران ردیت ماجرای عجیبی تعریف کرده بود. اون گفت یه بار حس کرده توی یه جنگل عجیب و غریب با درختای زمردی بوده. از دل درخت‌ها و بوته‌ها موجوداتی اومدن بیرون و با آغوش باز بهش خوش آمد گفتن. میگفت حس می‌کرد این موجودات اجدادشن و انگار اونا همیشه منتظرش بودن. هرچند این داستان خیلی عجیب و جذاب به نظر میومد، ولی در واقع معلوم شد کاربر یه دوز سنگین از ماده DMT مصرف کرده بوده که باعث دیدن اینجور توهمات زنده و واقعی میشه. یه داستان عجیب و غریب دیگه هم میخواید؟ یه بنده خدایی توی ردیت یه ماجرای خفن رو تعریف کرده که از همون اول میفهمید عجب ماجرای عجیبیه. یه روز رفته سراغ وسایل قدیمی دوست دختر سابقش و یه تست بارداری پیدا میکنه. برای خنده خودشون رو امتحان میکنه و نتیجه مثبت میشه. خب اولش فکر میکرد که این یه شوخی بامزه است و با همون حس طنز اومد داستان رو توی ردیت گذاشت. ولی اوضاع وقتی عجیب تر شد که چند نفر از کاربران جدی بهش گفتن بهتره بری دکتر، شاید مشکلی باشه. اون اولش فکر کرد ملت دارن دستش میندازن، ولی از سر احتیاط رفت بیمارستان. دکتر بعد از آزمایش‌ها بهش گفت شانس آوردی که اومدی. یه تومور کوچیک توی یکی از بیضه‌هات پیدا کردیم. حالا نکته جالب اینجاست که بعضی از انواع سرطان بیضه همون ماده رو تولید میکنن که تست بارداری رو مثبت میکنه. این مرد با این حرکت ساده زندگی خودش رو نجات داد. یه نفر دیگه هم تعریف میکنه که وقتی DMT مصرف کرده انگار به یه دنیای دیگه رفته. میگفت موجوداتی عجیب اومدن طرفش رو باهاش مثل یه رفیق قدیمی برخورد کردن. حتی حس میکرد اینا اجدادش بودن که همیشه منتظرش بودن. دانشمندا این تجربه‌های DMT رو بررسی کردن و فهمیدن که خیلی از آدمایی که این ماده رو مصرف میکنن موجوداتی رو میبینن که به نظرشون آشنا میان. این آشنایی معماست که هنوز دانشمندا نتونستن به طور دقیق توضیح بدن. حالا شما چی فکر میکنید؟ اگه یه روز تست بارداری مثبت شد یا موجوداتی از یه دنیای دیگه دیدید، چی کار میکنید؟ تا داستان مرموز دیگه، بدرود.